خب رفقا وارد تریدینگ ویوتون بشید، روی بخش اندیکاتورها بزنید، اندیکاتور SSL رو سرچ بکنید، سومین گزینه SSL هایبرید ادوانس رو روی صفحتون اضافه کنید. الان که میاد میترسید که وای چه صفحه شلوغ پلوغی، ولی اشکال نداره، ما همه این گزینه‌ها رو میایم از بخش سیتینگ و استایل پاک می‌کنیم، یعنی همه‌شون رو تیکاشون رو غیر فعال می‌کنیم روی صفحه ما نمایش ندن. به صورت این کارو انجام بدید. فقط 3 تا گزینه نیاز هست که باشه، هر کدوم تیکشو بر نداشتم اجازه بدید باشه. یکی این EMA بیسلاین که تیکشو بر نداشتم و SSL بای و SSL سل. بقیه هر چی تیک هست بچا بردارید لطفاً. اینم از این تیکو، اینم از این تیکا. خب حالا اینجا ضرب داره میزنیم، خیلی قشنگ، هر جا سل داد سل میگیری، هر جا بای داد بای میگیری، اما قواعد و قانون داره. ببینید حتما زمانی که این سل بالا براتون ظاهر شد باید این خط قرمز رنگ بالای کندل هاتون قرار بگیره. مثل اینجا که سل داده ببینید خط قرمز رنگ بالاش قرار نگرفته و این مووینگ اوریج بالای کندل ها نبوده و خط آبی رنگ بوده. یا اینجا که بای به ما داده، اینجا باید کندل ها زیر خط آبی رنگ باشن، مثل این قسمت. یعنی هر جایی که می‌خواستید بای بگید باید این خط آبی زیر کندل باشه و اینجا گزینه رو ببینید، اینجا معامله به هم می‌خورد اگر وارد می‌کردید و قاعدتاً استاپ می‌خوردید. بچه‌ها باز هم اندیکاتورها تأخیری هست.